برای تقسیم بندی ظرفمون اول میایم مرکز ظرف رو مشخص میکنیم. و تقسیم بندی رو انجام میدیم. یادتون باشه که وقتی میخوایم برای شابلون زدن اقدام کنیم یا همینطور برای رنگ زدن حتما دستتون شسته شده باشه. اگه مطمئن نیستین که دستتون کرم نزدین یا چرب نیستش، مطمئن نیستین که آلوده نیستش، چون اگه چرب باشه دستتون بخواین کار انجام بدین اون چربی دستتون روی ظرف باقی میمونه و باعث میشه که وقتی که رنگ میزنین این رنگ خوب روی ظرف نشینه و موقع کوره نچسبه به ظرفتون و سر بخوره از ظرف و زحمتتون هم هدر میره. حالا ما میایم شروع میکنیم به شابلون زدن این کارمون. در ضمن سعی کنین از استامپایی استفاده کنین که جوهرشون خارجی باشه، با خاطر اینکه وقتی جوهرشون خارجی باشه این استامپ پخش نمیشه و رنگش زود محو نمیشه، روی کار بیشتر میمونه که شما میتونین راحت کارتون رو انجام بدین. و سعی کنین در کار میناکاری سطح ظرفتون طرح زیاد داشته باشه.
به وسیله این اتصالاتم میتونیم جاهای خالی کامل پر کنیم. اینطور میتونیم جای خالی رو با زدن گل ها پر کنیم و جای خالی کمتری داشته باشیم. من برای اینکه قلم سیام خشک نشه من دستامو شستم، دستکشا رو در میارم، خیلی صدا میده داخلی فکر. قبل از اینکه قلم سیاتون رو استفاده کنین حتما تکونش بدین، خوب تکون بدین که این اگه ته‌نشین شده باشه اون ته‌نشینی از بین بره. و همینطور رنگاتونو که داخل این پمپ ها ریختین ببینید یه مقداری ته‌نشین میشه، باید اینجوری خوب تکونشون بدیم رنگا رو تا کامل مخلوط بشه. از کجا میفهمیم خوب مخلوط شده رنگامون؟ وقتی ظرف رو برگردونیم دیگه هیچ رنگی اینجا باقی نمونده، این یعنی که خوب مخلوطش کردیم و میتونیم ازش استفاده کنیم. خب حالا من برای اینکه خشک نشه قلم سیام بیشتر بتونم ازش استفاده کنم، خشک نشه، همیشه یه نایلون میپیچیم دور درش. خب حالا میام برای زدن قلم. سعی کنیم وقتی شروع کنیم به زدن قلم سیاه از مرکز کار شروع کنیم، یه دونه از این سمت یه دونه از بالا پایین شروع نکنیم، از یه سمت شروع کنیم. از بالا هم که شروع کنیم یه سمت شروع کنیم اینطوری بزنیم که مثلا دستتون روی کار نره، چون هنوز خوش نشده باعث میشه پخش بشه، کارتون خراب بشه. خیلی آروم سعی کنید روی خطوطی که زده شده این کار انجام بشه. و همینطور سعی کنین که برای این کارتون دستتون نلرزه. تمام خطوط رو سعی کنین که انجام بدین. میتونین بعضی مواقع که احساس میکنین که نمیتونین توی رنگکاری اون خطوط رو انجام بدین و درش بیارین، میتونین که بعضی از خطوط رو قلم سیاه نکشین تا بتونید راحت‌تر رنگ رو انجام بدین.
یه مقدار که کار کنیم دستتون میاد. این زدن قلم سیاه. من از قبل یه ظرف زدم آماده دارم، چون که زمان میبره، باید خشک بشه. اینو یک روز گذاشتم مونده، خشک شده ظرفمو. الان میتونم روش رنگ رو بزنم. حتما یه لیوان آب کنارتون داشته باشید که اگه سرسوزناتون گرفته بود بله رنگو باز کنه. حالا من بهتون نشون میدم چطور. این سرسوزن ما لینک نگرفته، ولی اگه گرفته باشه با همین روش هم سرسوزناتون باز میشه. یه چند بار که انجام بدین این سرسوزن باز میشه. حالا بریم سر رنگ کردنمون. سعی کنید که میخواین رنگ رو بریزین سرعتتون هم بالا باشه. از قسمت شروع کنیم به رنگ کردن، کناره های این کارتون باشه. یعنی الان این قسمت گل ما از اینجا مثلا شروع کنیم بزنیم، مطمئن بشیم اینجا خطوط زده شده بود، بعد بیایم وسط های کار رو رنگ بریزیم. هم باید سرعت داشته باشیم چون رنگ خیلی زود به خودش میگیره. سفال رنگو خوش میشه سریع. اگه خیلی سریع این کار رو انجام بدیم خوش نمیشه و شما راحت میتونید سطح کارتون رو رنگ بزنید. خیلی آروم آهسته با حوصله این کار رو انجام بدید. تمام قسمت ها رو سعی کنیم که از رنگ استفاده کنیم، رنگ زده بشه. چون وقتی اگه رنگ زده نشه کاملا، وقتی داخل کوره میره بعضی از قسمت ها جا میمونه، بعد از کوره مشخص میشه. به این صورت کله رنگ رو میتونیم رنگ بزنیم. بعد رنگ هم خیلی خوب انتخاب کنیم چون رنگ ها کنار هم دیگه جلوه خاصی میده به کار. رنگ هم مثلا استفاده کنیم نارنجی یا کنار قرمز، کنار زرد استفاده کنیم، جلوه بهتری داره. من خواستم یه تیکه رو داخل این آموزش داده بشه
اینجا رنگ میبینید شما رفته داخل این یکی قسمت گرفته شده. ما نمیخوایم این قسمت هم این رنگی بزنیم برگرد، میخوایم سبز بزنیم. حالا که رنگ ریخته شده با یه سوزن آهسته قسمتی که رنگ شده اشتباها رنگ رفته داخلش، اون قسمت رو با سوزن رنگش رو برمیداریم. روی سیاه قلم نکشین زیاد چیزو سوزن چون از بین میره. به این ترتیب ما میتونیم این قسمتی که رنگ شده رو برداریم. اصلا بهش میگن سوزنگیری. حالا من یه کار بعد از اینکه این سطح کار کامل زدیم تموم شد، وقتی میره کوره به این شکل در میاد. شفاف میشن، سطح خیلی خوبی میاد. اگه کار تمیز انجام بدین کار خیلی خوب بهتون میاد. بعد رنگا رو دقت داشته باشین که دارین میزنین بعد از کوره جلوه بهتری داشته باشه.